مقامات انتظامی جسد میرام نبیه و همسر سابق پرزیدنت تاجیکستان رحمان نبیه را که در پی سوختار در منزلش در خوجند روز 28 دکبر جان خود را از دست داد به تشخیص طبی ارسال کرده تا بگاهی 29 دکبر نتیجه این تشخیص اعلان نشده و جسد هم به دست پیوندانش برگردانیده نشده است. یک مسئول خدمات آتش نشانی ولایت سوخت که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روز 29 دکبر گفت که فرضیه اولین مرگ خانم نبیه و زهرا لطفشوی بر اثر دود غلیظ سوختار گفته می شود، ولی سبب مرگ را تشخیص جسد معین خواهد کرد. مراسم دفن خانم نبیه و بعد انجام تحقیق و به دست پیوندانش سپردن جسد او برگزار می شود. یکی از خویشاوندان خانم نبیه و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سوختار بعد نیمروزی 28 دکبر در یک خانه منزل او سر زده است. خانم نبیه و در آن لحظه در خانه تنها بوده وقتی خاموش کردن سوختار جسد او را در همان خانه خوابش پیدا کردند. از سر زدن سوختار همسایه ها به خدمات آتش نشانی خبر داده آتش نشان ها زود حاضر شدند و نگذاشتند که آتش زبانه زند و به خانه های دیگر پهن گردد. این خویشاوند میرام نبیه و افزود که تنها بعد گرفتن خلاصه تشخیص جسدی خانم نبیه و معلوم شدن سبب مرگش با نمایندگان مطبوعات مفصل صحبت خواهند کرد. یک همسایه خانم نبیه و در صحبتی سریراهی با رادیوی آزادی روز 29 دکبر گفت که خانم نبیه و در خارج از خانه‌اش خیلی کم به نظر می رسید و ظاهراً گاهی در خوجند و گاهی در دوشنبه زندگی به سر می برد. منزل یک آشیانه میرام نبیه و همسر سابق پرزیدنت تاجیکستان رحمان نبیف در یک حولی نزد یک راه ماشینگرد کلان در محله سبزار شهر خوجند جایگیر است. ساعتهای 7:30 شام روزی 28 دکبر بعد شنیدن روی دادن سوختار در منزل و هلاکت خانم نبیه و نزد منزلش رفتیم. در آن لحظه ها خویشاوندان، همسایه ها و دیگر افراد نزدیک خاندان جمع آمده بودند. همان لحظه ها دختر او منوره نبیه و هم از دوشنبه آمد و در یک حالت آشفتگی و هیجان زده قرار داشت. میرام نبیه و سال 1937 تولد شده در سالهای آخر در دوشنبه و خوجند زندگی میکرد. همسرش رحمان نبیف 11 اپریل سال 1993 در منزلش در خوجند درگذشت. سبب رسمی مرگ رحمان نبیف سکته قلب گفته می شود، ولی در یک مصاحبه آخرین خود با ازیا پلیوس در سال 2015 همسر رحمان نبیف میرام نبیه و گفت که باور دارد همسرش بعد استعفای مجبوری از مقام پرزیدنتی کشته شد. از 3 فرزند آنها تنها پسر و دختر رستم و منوره در قید حیات هستند. در همان مصاحبهش خانم نبیه و گفته بود که بعد مرگ همسر هیچ کمکی از دولت دریافت نمی کند و نفقه هر ماهش را در روسیه تنظیم کرده بود.